و خادم حرم نه حالا 150 سال پیش به این بزرگی نبوده حرم. وقتی یک وارد شد وارد حرم منتظر میشی وارد سری بالای سر که میای میبینی سمت کفشه سمت چپ نگاه کنی نوشته دارالحفاظ. شب باز نبوده آدمی که نوبتش بود میخوابید تو دارالحفاظ. دم اذان میرفت درا رو وا میکرد اذانی و کارا رو راست و ریست درا حرم و بستن سرما زمستون اومدم جامو انداختم به سرشم. خواب نیست حواست باشه خواب نیست خواب ندید. مهیای خوابیدن که شدم یا دیدم درا باز شد از جام نیمخیز بلند شدم این کیه درای بسته حرم براش باز شد اومد جلو علی ابن موسی رضاست منو به اسم صدا زد گفت من علی ابن موسی رضام پاشو دست و پامو گم کردم خوابم یا بیدار فرمود بیداری باشو ظاهرام گیر کردم ظاهراتون آقا گیر کردم. برو به میرزا تقی تولیت اون روز حرم برو در خونش بگو چند تا خادم بیاره گل دستان مشعل رو روشن کنن. ظاهرام مهمونام تو برف گیر کردن چند تا رم بفرسته بره کمک. و پا شدم اومدم جلو ببینم خود امام رضا و 4-5 تا خادما و میرزا تقی رو صدا کردم مشعلا رو روشن کردن از دور این نوره این دوده مشعله یه نور امیدی تو دل این زائرا روشن کرد. یه رسیدیم به اینا دیدیم برف روشون نشسته اشهداشون هم گفتن تا سر و صدا کردیم پا شدن. اون یه پیرمردی دیشون اومد گفت دیدی گفتم امام رضا حواسش بود و پرسیدیم از کجا اومدید از بحرین زبان عربی یکیشون فارسی بلد بود و من به اینا گفتم امام رضا ما رو بل یا امام رضا ما ابراهو گم کردیم یه مشعل برا ما روشن کن.